آقا تیم‌های جام جهانی رو بریم یه نگاه کلی کنیم. اولی آرژانتین که ببین خود مسی اونجا وای میسه کارو در میاره. این پرتغال یه تقابل رونالدو مسی اون نشه، فینال خیلی به نظرم جذاب میشه. برزیل هم میتونه به نظرم کارو در بیاره، اون مثلا نیمار و رافینیا و وینیسیوس و انگلیس هم غافل نشیم، هری کین و اونور بلینگام و ساکا و فودن و فندای که دوست دارم بازیکن مورد علاقه‌مه، ولی خب کلا نمیتونه کاری کنه به نظرم. بازیکن خوب نداره. آلمان هم خوبه به نظرم، میرسه موسیالا تا اون موقع از معصومیت میاد. کیمیچ مکزیکو نیستم مثلا بازیکن نداره، ولی خب میدونی میزبانه دیگه، باید احترام بذاریم. غنا هم تیمیه که میتونه آقا گلیم خودش از آب بکشه بیرون، میدونی قهرمانی نه ولی خوبه. او اسپانیا که خیلی طرفدار داره، من تو کامنت ها دیدم شما میگید یامال واقعا خفن. ببین حالا هالند خفن هست ولی خب تیمش واقعا نروژ نمیدونم کار نمیتونه کنه. آمریکا هم که اصلا برو گم شو، اصلا اینا فوتبال آمریکایی بازی میکنن. او فرانسه امباپه کار در بیار، فرانسه برگشت. همین الان اسم تیمی که فکر میکنی قهرمان جام جهانی میشه رو تو کامنت ها بنویس. این ویدیو هم سیو کن که بعد جام جهانی ببینی که درست گفتی یا نه.